گذرگاه سرحدی جرتیپه ازبکستان که در روبروی گذرگاه سرحد به تاجیکستان در مرز نویه ارگوت نویه سمرقند با جماعت سرحد پنجکین جایگیر شده است، از 5 تا 12 نوامبر سال 2022 موقتا بسته می شود. ساکنان تاجیکستان که برای سفر به شهر تاریخی سمرقند اساساً از همین گذرگاه سرحد و جرتیپه استفاده می بردند، باجخانه ولایت سمرقند خبر داد که به خاطر مهیا ساختن شرایط خوبتر و آبادانی بناهای گذرگاه جرتیپه ترمیم اساسی خواهند شد و به همین دلیل از 5 تا 12 نوامبر رفع شهروندان و واسطه های نقلیات توسط این گذرگاه محدود کرده می شود. در نیمه اول ماه سپتامبر سال جاری نیز گذرگاه جرتیپه برای 11 روز از 5 تا 16 سپتامبر بسته شده بود، ولی آن دفعه به دلیل نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که امسال در سمرقند برگزار شد، محدودیت های جاری شده در گذرگاه جرتیپه چند مورد استثنایی داشته در حالت های زیرین تطبیق نمی گردند. به کارمندان تشکیلات های دیپلماتی و بین المللی، به شخصانی که به هیئت رسمی داخل می شوند، به کارمندان تشکیلات های خارجی که در دایره لایحه های سرمایه گذاری در جمهوری ازبکستان فعالیت می کنند، به رانندگانی که به حمل و نقل بین المللی بار مشغولند، به شهروندان خارجی و شخصان بیشهروند که در ازبکستان دائمی زندگی می کنند، به شهروندان ازبکستان که در تاجیکستان دائمی زندگی می کنند، به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان که به وطنشان برمیگردند، به شهروندان کشورهای سیم که به تاجیکستان می روند. رفع آزاد شهروندان بین ازبکستان و تاجیکستان تنها بعد درگذشت پرزیدنت قبلی ازبکستان اسلام کریموف و به قدرت رسیدن شفقت میرزیویف که اجدادانش از دهه یکتون نویه دوشتیج تاجیکستانند امکان پذیر شد. تا سال 2018 بین دو کشور رژیم ویزا عمل میکرد و اکثر گذرگاه های مرزی بسته بودند.